فقط از دو پایم شکایت داشتم. فقط میگفتن که در یک سال باید 2 مرتبه من طبابت گیرم. هیچ که به دادم نرسید. دلم میسوزه. اقلا یک پارچه زمینی ندادم که یک خونه سوزه. و این ساده دیگه طبابت کردن نتونستم. ما نمیتونیم که همه کمبودی اینا رو دسترسانی کنیم. من از این اجاره میخزانم به دیگه اجاره از نمیامم که طبابت کنم. خولای رفاعت سالیانی زیاد می شود که روی جایگاه بیماری خوابیده است. انیخترش معیوب است و پای روا ندارد. بعد آن که معیوب گشت، شوهرش با 2 فرزند او را در نیمه راه پرتافته زنی دیگر گرفت. اکنون روز سیاه خولای رفاعت شروع گشت. از یک سو غمی بیخانگی در بدری، گرسنگی و خواری و زاری او را خیلی هم پیر گردانیده است. مراجعت خولای رفاعت سبب گشت که ما اهل ایجاد سامانه عائله به دهه بالای کانال شهر حصار رهسپار گردیم و بیایید یک جایه از روز و روزگار این خولای در حقیقت مظلم و بینوا آگاهی پیدا نماییم. السلام علیکم بینندگان عزیز. من رفاعت 52 ساله، 18 سال است که در بستر بیماریه. 7 سال است که من از پا و پر مونده راه نمیگردم. چی سبب شد که بیمار شدی؟ وقتی که پدرم در حیات بودم فقط بیمارخانه بردم من طبابت میکردم. بعد از سر پدرم دیگه هیچ کس به من دستگیری نکرد، یاردم ندادم. فقط از 2 پایم شکایت داشتم. از 2 پا دستم شد. فقط در بیمارخانه ها خواب میرفتم. فقط طبابت میکردم. بعد از وقت شکرانه که به 2 پا میگشتم. 7 سال شد که در بستر بیماری معیوب شدم. یک باره چی سبب شد که معیوب شدی؟ و این ساده دیگه طبابت کردن نتونستم. اگر طبابت رو ادامه میدادی؟ ممکن به پا میگشتم. خانه و در ندارم، در اجاره ام. شکرانه یک پسرم که رفته کجا کار میکند و هم یه تیکنون میبیرد هوای ما میخوریم. دکتران نسبت سلامتیتون چی میگفتن؟ هیچی، فقط میگفتن که در یک سال باید 2 مرتبه من طبابت گیرم. یکی نداشتم پولی که من رفته طبابت کنم. چقدر مبلغ نمیرسید؟ هر باری که من خواه میرفتم هر کس به من یاردم میداد. 100 سومن 200 سومن یا چی مبلغ یاردم میدادن. قریب به 1000 سومن 2500 سومن بنیسه میبرومدم. من دیگه وقتای آخر چند سال دیگه من خواه رفته نتونستم دادری بنیسه. نکازی محتاجم. شوهرتون در کجا هستن؟ وقتی که من بیمار شدم شوهرم رو پرتفت رفت زنی صحت گرفت. همگی چند فرزند داری؟ یک دخترچه دارم، یک پسر. هر ماه 200 سوم اجاره میسپرم. مادرم پیسه میگیرم. مادرم 90 ساله 89 ساله یعنی کنیشکشان دستی منه 200 سوم پیسه میگیرم. من پیسی هوایی میگیرم و پلی اجاره میتیم. 380 سوم پیسه میگیرم. پلی سوید او مصر درو کلم در چی نمیوام که استفاده برم. برای اونجا مراجعه نکردید که به شما کمک کنه؟ به رئیسی حکومتی ساری خودم مراجعت کردم. 4 بار منم بچی از ستم بردن همه جا دیدن. فقط وعده دادن. اقلا یک پارچه زمینی ندادن که یک خونه سوزه. ارو بچه معیوبی من بچی از ستم درها می بردن و می آوردن. هیچ که احالی من با خبر نشد. پیش رئیسی حکومت رفتم. قبول کردید وعده داد. التماس کردم که به من اقلا
کمکم باشه یا زمینه یک چیه که کنم یک در خانه سازم پسرم زندگی کنم. کسی به این دو تا نرسید؟ هیچ که به دادم نرسید. خیش تبار کمک میکنم؟ خب به هر حال یک چیز میبین به یادتم خبر گیری با خونه چه مایده چه دهنده میبین میمونن میره التماس میکنم به من کمک کنه. دکترها میگن که صحت میشه؟ میگن که اگر $5,000 باشد باید که پوی من اپراتسیا کنم من خیزم نیک من یک کسلی دارم که در خونم کرسنی والچانکه اگر کرد زنم دیگه خون نمیسته برای و هیچ کس چی نمیکنه. بسیار من با لیسه میرم رفیقام میبینم اما خیلی اپراتسیا کرده خستگی نجوه شد. در همه تاجیکستان اپراتسیا کرده؟ نه دیگه جاها میبرن. در خارج تابان میشه؟ فقط با چیزی اپراتسیا. رئیسی حکومت گفتم و من یارو بچه در کار بچم شکستگی میبرن سالهاش دیگر خیلی کردن آوردن هیچی یکون چی. هر بار که تلویزیون تماشا میکنم جنابی عالی میبید لحظه فقط میخوام که رفته از پدرم گویم که من همه خیلی حال دارم میخوام که شما بینم رو برو گپ زنم که هیچ کس نمیموند که من بیایم میگن که قبول نمیکنن تیلا میتیان تا چی گپو میگن اره میگردونن. هر باری که میبینن که به مایوبان و کم بغلای یتیمو یردم میتیان فقط از تلویزیون تماشا میکنم. شکرانی جانی همسایه ها که به من خیلی دست درازی میکنن یردم میکنن. من از این اجاره میخزانم به دیگه اجاره از اینجا میخزانم به اینجا دیگه نمیتونم خیال میکنم از پدر جونم التماس میکنم که به من یکم خونه هدیه کنه من این مایوب رو دستگیری کنه. وقتی که من پولی افتاد از سویت او سپاریده نمیتونم چه میبین دود میزنن که پولی سخت گاه میزنن میبرن میره. وقتی که من سخنوی جنوبی اولیا گوش میکنم در تلویزیون چه رحم دیلن چه سخنوی شروع میگن که با مایوبان یتیمات یردم تینه که من یکم چیز نمیبینم یکم چی نیردم نه اقلم با بیمار خانه میرم پول نمیومم که کبابت کنم التماس با من دستگیری کنه. زمستان آمدگی خانه های خنک شکمی گشنه بچه میبرود میره دونم برای دونم کار کردنش نمیدونم چی کار کنم در کی مراجعت کنم بجا روم دسترخوانی به نونم چوینی که به چویم دیگه به اوقاتم جانم سیر شدم دیگه. خیلی طولی سالهای زیاد میشه که اپرا فاتا میشناسیم. سالهایی که من رو برسیم به پسرشون بدم و دیرتر این کس کچیدن همسایگی ما آمده ما حق همسایه ها یارو دوستا خشتا برو کوشش میکنیم که همی زنده کم ترکم که باشه کمک رسانیم که به هر حال زندگیشون به نهایت وزنینه به خانگی زنی تنهایم معیوبم مظلومم گوه میشه که خروب مییابم گوه میشه که نمییابم و داروهای وزنینی که اینا باید دوی ما استعمال کنند در شکم گرسنه نمیشه ممکن نیست. پسرشون گوه کار مییابد گوه کار نمییابد. وقتی نظارتچی های برق و انداز و پرتاب میبیان به نهایت مناسبت دغلانه میکنن قدشون که ما به نهایت دلمون میسوزه. خیلی تو چین تونستگیمون ما هم دستگیری میکنیم کمک میکنیم نه که به هر حال این به نهایت کمه ما نمیتونیم که همه کمبودی ها اینا رو دسترسانی کنیم. به نهایت احوال زندگیشون وزنینه اینا بیماری جاگگی هستن اقلا برای گاه هوای تازه برآمدن باید که یک عروبچه داشته باشن این خیلی شرایط ندارن. شب روز به فکر خواب میرم در بستری بیماری به علم و حسرت سر میخیزم با همون روز سر میخیزم بچه میرد با همون گشنگی همون تشنگی خونه صاحب خونه باشد هر روز میگید که خونه خالی که در روزی زمستون که جورم نمیدونم التماس میکنم از شما و من یک کلبه
ҳадия кунед ки беминнат сарама монам. Яксу ғами дармандӣ, яксу ғами бехонаву бедарӣ, яксу ғами гуруснагӣ. илтимос ба ман ёрӣ расонед. ман чанд бор муроҷиат кардам ки мана ба оилаи камбизоатиҳо гузаронам, аммо писар накардам. вақте ки бачама чанд бор роӣ кардам, раиси маҳалла коғаз гирифтам роӣ кардам, гуфтам намеша, гуфта бачам коғазома гирифта омадам. ба тамоми шаҳрвандони ҷумҳурӣ азизи худам муроҷиат мекунам, ҳамчун ҳамсоя, ҳамчун як гӯё ки хоҳар шудем қатъи ин шахс, илтимос мекунам аз тамоми ҳамватанони худам, ҳар касе ки саховатпеша аст, соҳибкорои ба нангу ба номуси тоҷик, раҳмат ба онҳо ки ҳастанд, илое бошанд. агар ягон аробача, агар ягон ҳуҷра агар ёрдам мекарданд, ягон хонаи истиқоматӣ ки камтар шароит медошт, гарм мебуд, ба ҳамин зан бениҳоят кори савоб мекарданд. дар ҳам аз ҷиҳати динӣ, ҳам аз ҷиҳати дунявӣ бениҳоят савоби зиёдро онҳо соҳиб мешуданд, барои он ки бениҳоят худи шумо мана шоҳид ҳастед аҳволи зиндагишон вазнина.